تریولا شات یا شوت بیرون پا یکی از بهترین و کاربردترین شوت‌های FC هستش که اگه میخواین یه فیفا پلیر حرفه‌ای بشین باید حتما همه چیزو راجع به این شوت بلد که من توی این ویدیو میخوام همه چیزو درباره این شوت بهتون یاد بدم. پس جایی نرید و این ویدیو رو تا آخر اولین و پایه‌ترین چیزی که راجع به این شوت باید یاد بگیرید اینه که چجوری باید این شوتو بزنید. اگه با پلی استیشن بازی میکنید فقط کافیه که L2 رو بگیرید و شوت بزنید و اگرم با ایکس باکس بازی میکنید فقط کافیه که LT رو بگیرید و شوت بزنید. موقع زدن این شوت باید توی موقعیتی باشید که توپ به پاتون خیلی نزدیک باشه و اگه توپ از پاتون دور باشه نمیتونید درست حساب این شوتو بزنید و توی بیشتر مواقع توپتون به اوت میره. بهترین کاری که میتونید برای جلوگیری از بروز این مشکل انجام بدین اینه که به کمک آریک یا آربی این نوع دویدن جوریه که توپ به پاتون خیلی نزدیکه و میتونه احتمال به اوت رفتن توپتون رو کم کنه. اینم بهتون بگم که حتما با بازیکنی شوت بیرون پا بزنید که پلی استایلش رو داره. اگه با بازیکنی که پلی استایلش رو نداره این شوتو بزنید احتمال گل شدن توپتون غیر ممکن میشه. باید با بازیکنای این شوتو بزنید که پلی استایلش اگه پلی استایل پلاسش باشه چه بهتر، چون توپ با دقت بیشتری به سمت دروازه حریفتون میره. اینا چند تا از بازیکنایی هستن که پلی استایل پلاس تریولا شات رو دارن: فرانکی دی یونگ، لوکا مودریچ و برونو گیماراش که به ترتیب توی تیم‌های بارسلونا، رئال مادرید و نیوکاسل بازی می‌کنن. البته ممکنه که تیم مورد علاقه شما بازیکنی با پلی استایل پلاس تریولا شات رو نداشته باشه که هیچ جای نگرانی نداره، چون ممکنه که اون تیم حداقل یه بازیکن با رگولر پلی استایل این شوت رو داشته باشه. همونم کارتون رو راه میندازه. ولی همونطوری قبلا بهتون گفتم دقت تریولا شات بازیکنی که پلی استایل پلاسش رو داره از مال بازیکنی که رگولر پلی استایلش رو داره بیشتره. چند تا از بازیکنایی هستن که رگولر پلی استایل تریولا شات رو دارن: وینی جونیور، کیلیان امباپه، کوین دی بروین، هری کین، مارتین اودگارد، محمد صلاح، لیونل مسی، رابرت لواندوفسکی، فلوریان ویرتز، پائولو دیبالا و نیمار. نقاطی که میتونین توشون تریولا شات بزنین این جاهای زمینه که احتمال گل شدنش توی این نقاط از جای دیگه زمین خیلی بیشتره. اینم بهتون بگم که موقع تریولا شات زدن باید موقعیت بازیکنتون حتما جوری باشه که با پای تخصصیش این شوت، چون احتمالش خیلی کمه که بتونین با پای غیر تخصصی بازیکنتون تریولا شاتتون رو گل کنید. یکی از کارهایی که میتونین قبل زدن این شوت واسه این که شوتتون کات بیشتری بگیره و احتمال گل شدنش بیشتر بشه اینه که این حرکت رو خود این حرکت هم یه نوع دریبل به حساب میاد و واسه انجام این حرکت فقط کافیه که آنالوگ راست دستتون رو به سمت راست یا چپ بازیکنتون بگیرید و بعدش بلافاصله تریولا شاتتون رو بزنید. اینم بهتون بگم که چون این حرکت یه نوع دریبل و گرفتن آریک یا آربی حین راه رفتن مثل دویدن، پس وقتی که با آریک یا آربی در حال دویدن هستید این حرکت رو انجام ندید، چون موقعیت شوتتون به کل نابود میشه و یه همچین فاجعه‌ای به بار میاد. پس با آریک یا آربی خودتون رو توی موقعیت قرار بدون بعدش آریک یا آربی رو بلافاصله ول کنید و این حرکت رو بزنید و در آخرم تریولا شات. این بود از این ویدیو. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.